5 دقیقه مونده و یک درک عمیق کم کم در وجود طلوع میکنه. تمام تلاش‌ها، تمام درس‌ها، تمام عشق‌ها همه به یک حقیقت غیرقابل انکار میرسن. زندگی ارزشمنده چون کوتاهه. اون تایمرهای درخشان دیگه مثل یک نفرین به نظر نمیرسن، بیشتر شبیه به یک یادآوری هستن. یادآوری برای اینکه کامل زندگی کنی، عمیق عشق بورزی و حتی یک لحظه رو هم هدر ندی. دنیا رنگ رویایی پیدا میکنه، حاشیه‌ها محو‌تر میشن و تمرکزت محدود میشه به چیزهایی که واقعا مهم هستن. دیگه مهم نیست چی به دست آوردی، مهم اینه که کی رو دوست داشتی و چه کسی تو رو دوست داشته. درباره شادی هایی که تجربه کردی و زیبایی هایی که چشمت فرصت دیدنشون رو داشت. فقط حالا توی این لحظه های آخره که واقعا ارزش زندگی رو درک میکنی. خب تایمر به 0 میرسه. هیچ خشونتی نیست، هیچ تقلا و دردی نیست، فقط یک پایان آرام، فقط یک رها شدن نرم. چشمات رو میبندی و نور وجودت آروم آروم خاموش میشه، مثل فرو رفتن تو یک خواب عمیق و بی‌رویاست. و در حالی که زندگی تو تموم میشه، یک زندگی دیگه شروع میشه. در جای دیگر نوزادی اولین نفسش رو میکشه و یک تایمر تازه شمارش 5 ساعته خودش رو شروع میکنه. چرخه زندگی و مرگ یک حلقه بیپایان و نشکستنیه، یک رقص زیبا و فراواقعی که توش هر پایان یک آغاز تازه است. جهان ادامه پیدا میکنه و داستانهای تازه، رویاهای تازه و عشقهای تازه رو توی تار و پوت بی انتهاش میبافه. زندگی هیچ وقت متوقف نمیشه، فقط شکلش عوض میشه و خودش رو بارها و بارها در این دنیای عجیب و زیبا تازه میکنه. ما سفر یک عمر رو پشت سر گذاشتیم فقط در 5 ساعت. ما عجله پرهیجان برای یادگیری رو دیدیم، تعقیب سوزان رویاها و عمق شگفت‌انگیز پیوندهای انسانی وقتی زمان ارزشمندترین چیز دنیاست. و حالا ما رو مقابل یک سوال قدرتمند قرار میده. تو توی اون دنیا زندگی نمی کنی. تو بیشتر از 5 ساعت داری، روزها، ماهها و سالها رو داری. اما هنوز هم زمان برای همه ما در حال گذره. پس یک لحظه مکث کن، به زندگیت نگاه کن، به آدم‌هایی که توش هستن، به رویاهایی که در قلبت نگه داشتی. اگه میدونستی زمانت محدوده، چی رو متفاوت انجام میدادی؟ چی واقعا برای تو مهمه؟ اگه قرار بود فقط 5 ساعت زندگی کنی، چطور میگذروندیشت؟